وقتی کار میکنن هر کدومشون 1 وات از باتری می. بیچارگی دارم حالا نمیدونم اگه این نشد یه دونه چسبی چیزی میزنم شاید با چسب درست بشه. یعنی انقدر سرده برفاک کنم که دیوونه شده داره برای خودش همه جوری میزنه. این تو هم یخ بسته ایدم. صبحتون بخیر. یکی از زیبایی توی کمپرون زندگی کردن همینه. من صبح خیلی زود بیدار شدم، ساعت 6:45 است. بعدم بیرون دیدم چه مهی گرفته، تصمیم گرفتم یه ذره ورزش کنم. یکی از زیبایی‌های خب زندگی کردن توی کمپرون هم همینه که میتونین در خونتون رو باز کنین و اینجوری توی طبیعت باشین. میخوام یه خورده بدنم رو برای زمستون آماده بکنم، برای همین سعی میکنم یه ذره صبحان اون حسی که نمیخوام از زیر پتو در بیام و یه چیزی تنم باشه رو میخوام از بین ببرم. من یه مشکل اساسی که توی ون دارم، مخصوصا از هفته دیگه که قراره هوا بشه 1-2 درجه، مثلا این بیرون ماشین نیست، این آبا داخل شیشه است و خب این به مرور زمان مشکل ساز میشه و من باید راهی پیدا کنم برای درست کردن این، که یه راهی دارم ولی باید خودم درست بکنم. یه چیزی درست کنم با فن کامپیوتر که اینجا باشه، هوا رو از اینجا بکشه داخل و میایم اینجا باشه که هوای این پشت جایی که من میخوابم، این تختم اگه معلوم باشه جایی که من میخوابم، و هوا رو از این تو بکشه بیرون که یه ایرفلو خیلی کوچیکی ایجاد بشه، ولی اون کاندنسیشن که از خود من داره خارج میشه بیشتر یا از آشپزی اونو خارج بکنه، یه ایرفلو داشته باشه. اومدم که یه ذره توی جنگل راه برم قبل از اینکه صبحونه بخورم یا کاری انجام بدم امروز، چون احتمالاً امروز نتونم بیام بیرون به خاطر اینکه اینجا قراره توی 1-2 ساعت آینده یه طوفانی بیاد. هواشناسی اینجا اخطار داده که نیاین. برم صبحونه بخورم و اون عملیاتی که باید برای ونم انجام بدم. ماجراجویی خاصی امروز نیست، امروز فقط یه ذره ریلکس کردنه. از این آدمام که انقدر توی آفیس گیر میکنم در طول هفته، واقعا اگه آخر هفته نیام ماجراجویی نکنم دیوونه میشم. ولی یه موقعی واقعا بدن آدم احتیاج داره به استراحت کردن. منم در طول هفته ورزش خیلی میکنم، برای همین واقعا بدنم احتیاج به استراحت داره. گفتم هیچکی نمیاد، یه ماشین اومدش توی کار پارک. قراره که یه سیستم تهویه هوا توی کمپرونم درست کنم، با اینکه قرار بود امروز طوفانی بشه ولی میبینین که چه آفتاب قشنگی زده. باز کردم و ویو تخت خیلی قشنگی دارم الان. یه ذره اینجا لم داده بودم ولی کلا باز گذاشتم که یه ذره هوا بچرخه. واقعا توی فصل سرما و فصل بارونی اینجا، بارون که همیشه میاد، خیلی کار سختی زندگی توی ون. همش سخت نیست، همش
این مویسچر، این رطوبت و نمو باید کنترل کرد. چیکار میخوام امروز بکنم؟ گفتم به جای اینکه بیام سوراخی روی دیواره و اونم وقتی که گاراژی ندارم استفاده کنم، باید از مغزم استفاده کنم. این که حالا میگم چیه، یه کابل USB طولانیه. این دوتا فن کامپیوترن، 5 ولتن و من با پورتبل پاور استیشن هم که تستشون کردم وقتی کار میکنن هر کدومشون 1 وات از باتری میکشن، یعنی که واقعا مصرفشون پایینه و کابل USB میخورن. یکی از اینا رو میخوام پنجره جای شاگرد، یه دونم پنجره عقب با اینا. حالا این چیه؟ توی یخچالای صنعتی رو اگه ببینین اینا رو مثلا جای درشون میذارن، چه میدونم 20 تا 30 تا از اینا رو میذارن جلوی درشون، شما وارد میشین خارج میشین. هم خیلی عایق خوبی برای سرماست، همین که فراست فایت نمیشه چون اینجور دما خب خیلی سرد میشه. کشو ببرم دقیقا سایز پنجره و جوری که بره توی این چی میگم درزای پنجره جلو و پنجره عقبم که پنجره حالت سابمرینی بهش میگن، مثل زیر دریایی هست و اینو به اندازه اون میبرم. خیلی هم لازم نیست زیاد باشه، در همین حدی که اینجوری بشه و یه ذره بتونم لای پنجره رو باز بذارم. خب کار به اینجا کشید که من یه دونه از این پلاستیک رو بریدم. اینم یه سایه بوم بود که برام مونده بود ولی به درد این ماشینم نمیخورد چون پنجرهش خیلی بزرگه. این به خودی خود نمیمونه توی فریم چون نازکه، برای همین میخوام الان اینو با این بدوزم. من از هر انگشتم 10 تا هنر میاد. محکم‌تر بشه، یه ذره کلوفتر بشه، همین که شاید یه مقداری گرما هم بهتر تو نگه داره. با بدبختی من دارم اینو میدوزم، سوزن کلوفت ندارم. با بیچارگی دارم. حالا نمیدونم اگه این نشد یه دونه چسبی چیزی میزنم، شاید با چسب درست بشه. بعدم نشدش، میدونی داره پیش میره دیگه. خلاصه گلدوزی منجقدوزی این هنرها بود در خدمتم. خب کار تموم شد. البته فقط پنجره جلو نهار میخورم و میفتم به جون عقبیه. فکر کنم خیلی قشنگ شد، خیلی تمیز شد. اینجوری میبینی این رو به بیرون الان نصبش میکنم نشون میدم. اینم که از داخل برقش وصل میشه. دولایش کردم، دوختم، دور اینو ضد آب کردم که آبی نیاد. یه دونه توری زدم که پشه مشه رو نکشه داخل. فکر کنم خیلی کار خفنی شد. دیگه مثل من نمیاد. خب یه چیز دیگه هم بهش اضافه کردم، یه حالت بارونی که هنوز اینجوری هوا رو میکشه بیرون ولی بارون که بیاد وارد پنکه نمیشه. واقعا دیگه مثل من نمیاد. خیلی خوشگل نیست ولی خب اونقدر هم تخمی نیست. یعنی انقدر سرده برفاک کنم که دیوونه شده، داره برای خودش هم اینجوری میزنه. این تو هم یخ بسته ایده، همش اکثرش یخه. دیگه زمستون رسیده توی کمپر ون. من اون یه هواکش نصب کردم که هوا رو بکشه بیرون، یه دونه هم که پنجره جلو رو گذاشتم که بکشه داخل. مسلما گرما رو هم با خودش میکشه بیرون ولی چاره ای نیست چون رطوبت که جمع بشه همین. این دوست عزیزمون منو بیچاره میکنه چون اینجا مثل شمال ایران رطوبت بالاست. توی ماشینم رطوبت میره بالا، داخل گرم بیرون سرد. خوراک کپکه، حالا اینجا مولد بهش میگن ولی فکر کنم فارسی همون کپک میشه. برای همین، برای اینکه اصلا کلا هم زندگی کردن تو جایی که مرطوب شده باشه اصلا کار خوبی نیست. برای همین حس خوبی یعنی نمیده. تمام زیر ون من پر از این کیسه هایی کردم که رطوبت رو به خودش بکشه و میریم که بدن خود را برای زمستون آماده کنیم.
برای سامورایی همه جا ژاپنه.